من امروز یه قرص آوردم، شاید برای شما عجیب باشه. این یه قرص سوخت هسته‌ایه. حالا حضرت عالی چه جالب. بخونید این یه قرص معادل چیه. حالا یکی از دوستان اگر چون من میخوام این تصویرش رو بینندگان عزیز ببینن و آقای دکتر شرحش رو بفرمایند. آقای دکتر بفرمایید خودتون. این نوشته پشتش یک اورانیوم طبیعی، سوخت اورانیوم طبیعی. این این مال ما نیست، ایران هم اینو تولید نکرده. این جاش مشخصه، اتمیک انرژی تو کانادا مال چیزه. این قرص معادل 807 کیلوگرم زغال سنگه، معادل 677 لیتر نفته و معادل 476 چیز متر مکعب گاز. این همین قرص. بازم اجازه بدید من قرصا رو یه بار دیگه من از سمت قرصه گرفتم ولی نمیدونم دوستان ندیدن شاید. ببینید اینجاست. این همین تیکه، این همین یه قد یه مثلا بگم زغال داخل اتومبیل میمونه. خیلی چیز کوچک و خیلی چیز کم حجمیه، ولی میفرمایید که معادل چقدر دقیقاً اگه دوستان ما اینو نشون بدن دقیقاً نوشته این معادل 677 لیتر نفت، 807 کیلوگرم زغال سنگ و 476 متر مکعب گاز طبیعی. ما وقتی که با 27 تنی که میگم همش تن غنی شده با 4 یا تا 51%، 27 تن سوخت در سال میتونیم یک نیروگاه هسته‌ای رو تامین کنیم و بعد بازگشت بکنه. اونها هنوز طبیعیه، یعنی اورانیومی که در طبیعت موجود هست. ما آیا این رو باید ترجیح بدیم به 7 میلیون کیلو روزانه زغال سنگ نه؟